یک، از نظر ظاهری رنگ سیم‌های گیتار تغییر میکنه، به خاطر اینکه سیم‌های گیتار هوا میخوره، اکسید میشه و زمان نوازندگی دست ما عرق میکنه و این عرق دست روی سیم میشینه و عمر سیم رو کم میکنه. دو، حس نوازندگی. زمانی که سیم کهنه میشه خیلی سفت میشه، باید فشار زیادی رو اعمال کنیم که صدای خوب بشنویم. مثل یک نخ میشه و سفت و خشک میشه، خیلی بد دست. سه، صدای گرفته ساز. صدای مثل خفگی و مردگی میده دیگه، اون کیفیت و خوش صدایی رو نداره ساز. چهار، سازمون زیاد از کوک خارج میشه و موقعی که میخوایم کوک کنیم ساز رو، ضربه تیونر نوسان داره و نمیتونه دقیق صدا رو به ما نشون بده.